شماره 24 در منطقه 26. مسیری که ما طی می‌کنیم شمال از شمال غربیه. صحیحه. مسیری که میریم 4-35. گزارشتون رو شنید. جاده رو تحت نظر داشته باشید. پسته رو نگاه. بس که دخلمون اومده. من که مردم رو بگیرم. تو درش کن.
تو گزارش قبلی گفته بودن ماشینم دزدیه. آره خودشه. مرده. اون یکی هم فرار کرده. زیاد از این حوالی نمیتونه دور بشه. گیرش میاریم.
کیو کم داشتی نسناس روز روشن اومده بود میخواست اسب رو بدزده منم با شنکش قایم کوفتم تو کلش افتاد رو زمین نمیدونم میخواست اسب رو بدزده یا منو بکشه واسه چی اونو برداشتی؟ فکر کردم اون سگ کثیفه. اون سگ کثیف نمیاد اسب رو بدزده اصلا نمیتونه ما رو گیر بیاره بی خود میترسی اشتباه تو همینه. سیاه بالاخره ما رو پیدا میکنه. این کی بودش؟ چی میخواست؟ نمیدونم قیافش به فراری ها میمونه گمانم میخواسته بیراه بزنه ای خیال داشتی منو بکشه کور خونده بودی ای با تو هم شناختی چی گفتم یارو باز چی خیال کردی میخوام بکشمت؟ این همون چیزیه که من میخوام بدونم خب دیدی که نکشتم یعنی این صورت میرسید میکشتی یارت یواشتر درد میکنم بزن خیلی بزن دیگه این تو وانست و بر منو نگاه کن باید مصف از کجا میمده؟ مگه بر تو فرقی هم میکنه؟ فرقش اینه که هیچ خوشم نمیاد آدمی مثل تو رو این دور برا ببینم خب حالا که دیدی چیکار میخوای بکنی؟ بگو من گوش میکنم ولد نمیکنم تا نگی واسه چی اومده اینجا خب من در نمیرم لاکردار شیر رو میندازه باز چی گوش دارش نمیخواد من این دور رو برا ببینه میگم نکنه شما دوتا اومدین اینجا قایم شدین آخه اینجا نه شهره نه آبادی باز چی اومدین چیه یارو؟ از چی خوشت اومده؟
پسرجش خودتی. چی بگم؟ گولاش بر حسب تصادف مونده رو تخته. برو بیدارش کن. پاشو هی پاشو. بانون با خویا رو یک کن اونم به ما بده. بینم اینجا تا 4 راه. بیشتر از اون چه فکرشو بکنی. حالا چی شد یه فکر شهر به کلت زد؟ دیدم این آبا رو خود چی کار میکنین؟ خیلی هم میگفتن که گوشت آبو خوشمزه است اما نه اینقدر. فکرم رسید. میدونیم تو خیلی به موقع اومده اینجا. چطور مگه؟ دیگه نمیخوری؟ نه واه دستم کیریز و بریزش در اومد. خونه داری هم بد نیستیم. بیا چایی بزن. خب نگفتی چرا؟ واسه این که باز تقسیمش کنی. تقسیمش کنم؟ چی رو؟ یه جیپ داره میاد. برو بیرون ببین کیه. سلام نازی خانم. سلام. تو رو خدا میبینین چه بد بیاری آوردین. حالا چطوره بشیر؟ چطور شده با جیپ اومدی؟ اون ابو طیاره دیگه به درد نمیخورد. هر دقیقه یه ایرادی پیدا میکرد. شدم این جیپ رو قرض بگیرم که پیش شما بدقول نشم. اگه اینم نمیشد با خاطر میمونم. در رو کنین اینا رو برم. نه باشه همینجا من خودم میبرمش تو نمیخواد زحمت بکشی. نه چه زحمتی، خیلی سنگینه، نمیتونین. نه بذارش همینجا باشه، وقتی حامد اومد خودش میبرتش تو. هر جا شما بخواین.
بگی ببینم حامد خان نیستن؟ نه رفته همین نزدیکی ها زود برمیگرده. راستی یه چیزی بهتون بگم، میدونی بقیده من خوب نیست این روزا حامد خان شما رو اینجا تک و تنها بذاره نازی خانم. آخه میدونین یه قاتل فراری این طرف اومده. خلاصه نازی خانم خیلی باید مواظب باشی، چون پلیس در به در دنبالشه. میدونین که از اینجا تو شهرم فاصله زیادیه، تا بخواین به خودتون بجنبین دیگه کار از کار گذشته. ببینم مگه از رادیوتون چیزی نشنیدی؟ نه آخه چیه رادیوتون خراب شده؟ گفتی یه قاتل؟ چی کار کرده؟ موگ تن آدم سیخ میشه. اول 2 تا بودن، یه پیرزن پولدار رو کشتن و جواهراتشو برداشتن و ده برو. یکیشون کشته شده، پلیس رد پای اون یکی رو گم کرده. خدا میدونه این جونور الان کجاست و چی کار میکنه. گفتی این طرفا فرار کرده؟ اینطور که بوش میاد بله، ولی بالاخره پیداش میکنم. خب من دیگه باید برم. سلام. میدونید چی میگم نازم؟ خیلی باید مواظب باشید. من این دفعه بهتون زودتر سر میزنم. سلام منو به حامد خان برسون. بیچاره راستی مو به تن آدم سیخ میشه. خیلی جالبه، هیچ فکر نمیکردم این طرف همچین خبرهایی هم باشه. خب حالا میخوای چیکار کنیم؟ میخوای بری یارو رو پیدا کنی؟ فکر نمیکنی قبل از اینکه بریم سراغ اون قاتل گلمون همچی خونک کنیم؟ خوشگله برو 2 تا تگریش ورده بیار. چشم هم بزنی اوزامون رو به راه میشه. اوضاع تو که رو براه هست؟ چه میشه کرد؟ خدا اونو از آسمون با صبر رسون. پیداست؟ برده بزن، که میدونه شاید تو هم این وسط به یه نوایی برسی رفیق. بهتره از اینجور فکر نکنی، به این سادگی هم که خیال میکنی نیست. فکر همه چیشه کردم. اون راست میگه، مغز اون بهتر از تو کار میکنه. راستش درست نفهمیدم چرا این اسمش چیه؟ حامد. حامد. چرا من اینجا نگه داشت؟ ولی اون که تو رو مجبور نکرد. تازه‌ش هم پیدا کردن جاده خیلی مشکله. باید از وسط جنگل رد. جنگل؟ آره، اونم چه جنگلی. من فکر می‌کردم اینجا فقط دریاست. اما خیلی قشنگه. من همیشه دلم می‌خواست که همچین جایی داشته باشم. حامد خودش اینجا رو درست کرده. ده؟ باریکلا به اون سلیقه. بهش نمیاد اینقدر بازداغ باشه.
عجب دود تندی داره لاکر در. اوه چشم مثل که یارو هنرمندم هستا. راستی ببینم بالاخره چه تصمیمی گرفتی؟ تصمیم چه خیالی داری با این پسره؟ باز چی نگرش داشتی؟ چی؟ نگرش داشتم تو اینجاشه که خودش مونده. ولی تو ته دلت نمیخواد اون از اینجا بره. از کجا میدونی که اون همونه و جواهرات پهلوشه؟ شکی ندارم که این خودشه. جواهرات هم باید همین دور برا قایم کرده باشه. واسه همینه که اینجا جا خوش کرده. مگه نشنیدی که بشیر گفت تمام این دور و برا پر از پلیسه؟ اگه این خودش باشه مطمئن باش دیر یا زود میام پیداش میکنم. تازه کافیه فقط بشیر بو ببره. پریشب من بلمچی رو دیدم، همه چی رو آماده کرده، تمام قراره رو باش گذاشتم. ما هم دیگه نمیتونیم اینجا بمونیم، باید بریم. من هیچ دلم نمیخواد یه دفعه دیگه تو روی اون سگ کثیف نگاه کنم. گفتم که با قضیه بلمچی تمومه. پولش هم بهش دادم. فکرشو بکن روز بعد بشیر بیاد و ببینه بچه نیست و جا داره. نکن قربونش برم، آروم باش. آروم باش، نزدت برم. یا خیلی نوکرتم تا نمیری. خودم واسه همین روزا دست بلند میکنم و دامادت میکنم، تو نمیری راست میگم. بابا خوردنت هم آماده است. خب ایوونه کوچولو ما رفتنی شدیم، خودتو خوب مواظبت کنی یا لاکردر عجب تیفونیه، ول کن نی. خب ما اینجا میخوابیم یارو. هی گفتم که ما اینجا میخوابیم، تو هم بهتره یه فکر واسه خواهید بکنی. اگه بخوای بخوابی بالا میتونی بخوابی. هم فلا برو بالا. سرپز یه چوی وقت شبی اومد سراغمون. پایینه نگاه نکن، خونوادگی هم.
عجب حیوان بی حیاییه، هنوز زنده است. چه گردن کلافته. هی یارو، من میدونم که تو پیرزنه رو کشتی. از کجا میدونی؟ آدم بی پدر و مادر زود طرفشو پیدا میکنه. خب فرض کن اینطوره. فرض چیه؟ حتم دارم. حالا میخوای چیکار کنی؟ هیچی، باز با ما تقسیمش کنی. تقسیمش کنم؟ چی رو؟ خودتو به کوچه حالی چپ نزن. میدونی که چی رو میگم؟ جواهرها رو کجا قایمشون کردی؟ ما انقدر دلق نیستیم که به کسی بگیم. همین نزدیکی هست، بیا بریم جاشو بهت نشون بدم. میدونی من باورم نمیشه تو جواهرها رو این اطراف قایم کرده باشی. آره بیا باورت نمیشه میتونی برگردی. چی برگردم؟ من عقلت گرده قصر به همه سادگی. آره به همین سادگی. وای ناقلا خیلی کلکی تو. هیچ میدونی اینقدر که آب کردن جواهرها مهمه، سرقتش مهم نی. منظورم اینه که من یکی رو میشناسم که بی درد سر تیکه تیکه آبش میکنه. آره هر یه تیکش واسه یه اون آره بسته. آره آره بیا ایوون ده بیا. یالا بیا. یالا مصب چقدر گرمه. ریپ نزن حیوان ده بیا ده. اینجا رو درست بلدی یه وقت گم نشی؟ نه گم نمیشی. تو که جای جواهرها رو بلدی کلک. از اون گذشته واسه احتیاط من این درخت مرخت رو نشونه میکنم. آره گم نمیشی. بیا ده بیا حیوان. بیا اذیت نکن مردم مازار. تو بباری ای بیا یا یالا او علیکم. مرمت شوزی ها. عباس آدم نیدم زده به کلم، با درخت چاک سلامتی میکنم. عقب نموهای کن بیاد حیوانو. ده بیا. برو ایوان برو. یالا بیا ده. اینم واسه من هرداشون تو این کلبه زندگی میکنن. هیچ صدایی نمیاد، مثل اینکه هیچ کس اینجا نیست. اسبشون هم نیست، ولی جاشون اینجاست. من دیگه بیشتر از این نمیتونم کاری بکنم. باقیش با خودت. باقیش بذار به عهده من. خیلی ازت ممنونم. بریم.
ماشینه؟ نه وقتی کله اون حیوان بیچاره رو از تنش جدا کرد تو چشاش خوندم چه نقشه ای واسه من به من گفته بود که تنگرده. ولی اینجاش نخونده بود که ممکنه من تنها برگردم. ولی سادگی نمیتونی از چندم در بری. حالا من میکشم. بگو تا نفستمت. حرف بزن. اگه نگی میکشمت. ببر تو. بیا ببر تو. بله ببر تو. ببینم اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ ببینم چیزی شده این موقع شب اومدی اینجا بشیر. بریم تو ماشه اونجا رو ولش کن. دخالت نکن. برات خبرهای خیلی مهمی دارم. بریم تو. ببینی خب دیگه قربانتا. برو بسلومه. این چه ریختی بی در و پیکرمون کرده. حالا به یه فوت بنده. اون کی بود؟ چی میگفت؟ بگوری. من در خواه سیاه دنبال ما، ولی هیچ وقت نمیتونه ما رو پیدا بکنه. یادت باشه که میتونه. تو کسی رو بهتر میشناسی. همین امروز و فرداست که ما رو پیدا بکنه. حقش بود که تو اونو میکشتی. باید همین امشب از اینیم. من که دیگه نمیتونم بمونم. یه خود حوصله داشته باش. فردا شب همه میشه.
ببخشید خیلی وقت منتظری. داشت دیر میشد، فکر کردم دیگه نمیاد. درست شد. همه چی آماده است. من با اون ماهیگیرم صحبت کردم. قرار شد فردا وقتی ما میریم ماهیگیری تو هم با ما بیای. اما باز خیلی مواظب خودت باشی که همه فکر کنن تو هم ماهیگیری. اون فقط میخواد تو رو ببینه. بعد نصف شب فردا اون تو رو هم منطقه ماهیگیری رد میکنه. راه هم بهت نشون میده. منتها باز بعد از اونش خودت بری. اون این بیشتر نمیتونه بیاد. خیلی خوب. بیا لباس ماهیگیری هم برات آوردم. فردا که میای باز اونا رو بپوشی. خیلی خوب باشه. دیگه کاری نداری؟ فردا منتظرم. یه وقت دیر نکنی. نه مطمئن باش. آره سلامت. آدم وقتی که تنهاست دریا تنهاییشو بیشتر میکنه. آره ولی من به تنهایی عادت کردم، چون همیشه تنها بودم. تنهایی خیلی چیز بدی. ببینم اسم واقعی تو چی؟ رشید. رشید؟ میتونم بپرسم این اسم کی روت گذاشته؟ خودم. اگه میتونستیم بیشتر با هم باشیم خیلی چیزا رو واسه میگفتم. زندگیایی که کردم، چیزایی که دیدم. میدونی واسش همیشه دلم میخواست که کسی باشم. اما دیگه خیلی دیر شد. میدونی من از همون لحظه اول حس کردم که تو آدم بدی نیستی. چرا نرفتی دنبال یه کار دیگه؟ من همیشه زندگیم قراقاتی بوده. یه روز به خودم گفتم دیگه موقعشه که یه کاری بکنم. قبل از اینکه ناکام از این دنیا برم واسه یه دفعه که شده نشون بدم که کی. اون وقت رفتی سراغ اون پیرزنه. چرا؟ والا نمیدونم، جدا یهو تصمیم گنده‌ای گرفتم. شایدم اولین و آخرین تصمیم خودم. یه وقتی هست که آدم دلش میزنه به دریا و میخواد تکلیف خودشو با زندگی روشن کنه. من این برای زندگی بودم. گفتم ارطور شده باز خودم بندازم وسط زندگی، بغلش کنم، کیف کنم، عشق کنم. چه سرابی منو باش که چه آرزوهایی داشتم. خب دیگه آدم همیشه با اینجور رویاها زنده است. اما واسه من دیگه رویا معنی نداره. تصمیم گرفتم و انجامش دادم. تو این دنیای به این ولنگو بازی زندگیایی هست که بی مصرف مونده، هیچکی ازش استفاده نکرد. اینقدر میمونه تا بپوسه. من میخواستم یکی از این زندگی ها رو بردارم برم اونجایی که همیشه دنبالشم، برم اونجایی که بشه واسه همیشه راحت زندگی کرد. هر کدوم از ما داریم از چیزی فرار میکنیم که واقعا نمیدونیم چی. آره همینطوره. زندگی مثل یه فرار طولانی که در اون خیلی چیزاست که مثل سایه مرگ همه جا دنبال آدم است. و این سایه به ما چسبیده و ما از اون نمیتونیم جدا بشیم. همونطور که حرارت از آتش جدا نمیشه. با وجود این ازش فرار میکنیم، با آخرین نفس تا آخرین لحظه. آره منتها تاش همیشه با ماست. خب مثل که ما امشب خیلی چیزا گفتیم. تو هم به نظرم خسته شدی. بهتره پاشیم بریم تو. آسمونم داره جوابم میکنه. تا چش کار میکنه سیاهیه. بریم.
دستت جمع و جور کن تا من برگردم. میگم مثل که نقشه تازه‌ای تو کلته. این حرفا به تا نیومده، بهتره برگردی تو کلبه. من فقط خواستم اینم کمکی لازم داری یا نه؟ کمک پیشکشه. چیه به من میخندی؟ نه. میخوام یه چیزی بهت بگم. مثلا چه چیزی؟ تو خیلی مهربونی. پس بذار منم یه چیزی به تو بگم. تو هم اونقدر رو که تظاهر میکنی بدجنس نیستی. یه موقع از این که مجبور بودم تنها اینجا باشم ازت میترسیدم. بینم شما دوتا چند وقته که اینجا هستین؟ 2 تا زمستون. همیشه میخوان اینجا بمونین؟ ولی تو به نفعته که زودتر از اینجا بری. مثلا چقدر زود؟ همین نمیشه یا همین الان. منظورتو نمیفهمم. مهم نیست، برو. همیشه میخواستم برم یه جایی که خیلی قشنگه. تو بچگی فقط یه دفعه دیدم ولی هیچ وقت دیگه نتونستم. چرا نتونستی؟ مگه اونجا کجاست؟ اونجا یه جای آرومیه که فقط من میشناسم. چرا من خواستی که برم؟ مثل اینکه پلیسه.
به نظر نمیاد توی همچین جایی باشه. چرا؟ 2 ساله که اینجاست. بشیر خودش تمام قضایی رو واسه من گفت. مطمئن باش حامد اینجاست. منم درست 2 ساله که منتظر همین لحظه هستم. اون یه نامرده، میکشمش. با دستای خودم چالش میکنم. سیا اون بالا رو مدت هست منتظر این لحظه بودم. میکنم کشمش
حالا باز یه فکری واسش بکنم تا دیر نشده، چون ممکنه هر لحظه یکی سر برسه. حقش نبود میذاشتیم اون یکی فرار کنه. خب بگو ببینم واشی اومده بود سراغ شما دوتا؟ واشی میخواست حامده بکشه؟ برای تو چه فرق میکنه؟ اگه فرق نمیکرده نمیپرسیدم. یکیشون میبایست اون یکی رو میکشت. خب قضیه 2 سال پیش 2 سال پیش هر دوتاشون گرفتار شدن، ولی حامد تونست قصر دره. تمام تقصیر افتاد گردن سیاه، در صورتی که هر دوتاشون تو اون کار قاچاق مقصر بودن. تو اینو میخواستیش؟ نه، اون از من خوشش میومد، اما وقتی افتاد تو هرفتونی فرصت خوبی واسه من بود که بتونم از شرش خلاص بشم. اون وقت با حامد اومدی اینجا که بعدش کجا بریم؟ شاید جواهرات هم واسه همین میخواین که بتونین راحت تر زندگی کنین. این 2 سالی که من با حامد بودم انگار اصلا وجود نداشته. اوایل فکر میکردم با هم خوشبخت میشیم، در صورتی که راه هر دومون از هم جدا بود. ولی به نظر من این وسط تویی که به بیراهی میری، برای اینکه 2 سال تمام با مردی سر کردی که برات حکم قهرمان داشته. ولی الان تو با اینم میتونستی خوشبخت بشی. برا من دیگه حالا هیچی فرق نمیکنه. آره، ولی فکر نمیکنی دیگه دیر شده باشه؟ با همه ایناش تمام این درد سرا به خاطر زنی مثل تو میارزه. برو یه بیل برده بیار. بجون چه زودتر از اینکه بریم تا این قضیه سیاه بیخ پیدا نکرده و پلیس سر کلش پیدا نشده باز فلنگو ببندیم. یالا رابیو، تو هم با ما میای. کجا؟ سراغ جواهرات. ای من نیام چی؟ مجبوری بیا. من دیگه کاری با جواهرا ندارم، میخوام خودم تنها برم. این حقا رو ما دیگه کنه کردیم، ما با هم میریم. ولی راه ما دیگه نمیتونه یکی باشه. با کدوم راه؟ دیگه راهی باقی نمونده. داری یواش یواش حوصله‌مو سر میبره. اگه نیایی مخت داغون میکنم. از کشتن اون چی گیرت میاد؟ من و تو نباید بریم، بذارم خودش تنها بره. من همه چی رو میدونم، اون میخواد تو رو بکشه. خودم بهش میگم که ما نمیریم. وقت رو تلف نکن، هر آن ممکنه دیر بشه. من تو زندگیم خیلی بد بردم، دیگه نمیخوام تو رو از دست بدم. خودت میدونی که من هیچ علاقه‌ای به اون ندارم. خب حیوان نجیب، خودت آماده کن، میخوایم بریم سر گنج. گوش کن حامد، بیا برای یه مرتبم که شده عاقلانه تصمیم بگیر.
عاقلانه تصمیم بگیرم. اتفاقا این دفعه عاقلانه تصمیم گرفتم. من باز به فکر خودم باشم که هستم. من از اولش هم میدونستم که تو اینقدر خودخواهی. پس چی؟ توقع داشتی همی تو دست رو دست بزنم و بشینم و عقلم رو بدم دست تو یکی؟ ول کن، این جواهرها به درد ما نمیخوره. چرا میگی ما؟ منظور تو با اونه، درسته؟ برای این جواهرها به درد من یکی میخوره. من و اون کاری به جواهرها نداریم. اما این بازی رو ما همه با هم شروع کردیم و همه با هم تمومش میکنیم. برو باش بگو بیا. من و تو با هم میریم. فهمیدم واسه چی جواهرها رو میخوای. فکر میکنی واسه چی؟ میخوای بزنی به چاک؟ مای تو نمیخواد. میگم جایی نزدیکتری نمیتونستی قایمش کنی؟ مثلا کجا؟ خونه تو؟ اختیار داری، اونجا که خونه خواهتونه. اینی که روز اول با اون پذیرایی بهم ثابت کردی. چه کنیم؟ با مهمون نباید بیم. گفت جواد اون معدنه. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نکنه حرفمو باور نمیکنی؟ ای همچین. ببین صاف میری توی تونل، گذاشتمشون زیر تیر 13می. تیر 13؟ آره. چیه میترسی نفسیش بگیرتت؟ برو تو دیگه. تو معطر چی هستی؟ گفتم که تو تونل زیر تیر 13می. تو فکرم تکلیف تا چه میشه؟ آخه من اول باز مطمئن بشم که اونجاست. نه ای مطمئن نیستی وایسی من برم واسه بشین. خب اگه واقعا میترسی میتونی افسار اسبا ببندی به دور دستم. بیا. باید فکر نیست. راستش با تو نمیشه شوخی کرد. بده من دستاتو جفت کن. چوست ببندمش که
ولی یه جوری گره بزن ناکس که بتونم وازش کنم. خیلی خوب. یلا آیبون، اگه خواست در بره یه راست ببرش جلوی کلبه، فهمیدی؟ خر نشیه و گلشو بخوری. چرا کلبه را آتیش دادی؟ دستمو واکن واکن. خیلی باشه. چرا تنها اومدی؟ من اصلا نمیتونستم فکرشو بکنم که یه همچین اتفاقی هم ممکنه بیفته. اون خودش تنهایی رفت اومد. فکر کرد من میخوام بکشمش. بهش گفتم اگه خیلی میترسه که من بکشمش دستامو ببند برس. اون نمیدونست نه خیال کشتنشو داشتم و نه اومدم سراغ جواهر. اون خیلی تمکن بود، هم میخواست تو رو بکشی و هم جواهرها رو میخواست صاحب بشه. حالا کجاست؟ من دیدم تونل ریزش کرد. اگه زودتر بهش برسیم میتونیم نجاتش بذار بدیم. بمیره. با اینکه خیلی به من بد کرده دلم نمیاد بذارم اون تو بکنه. نمیتونم. ولی من که بهت گفته بودم اون درست عکس فکر تو رو داشت. اون دائم توی نقشه‌ای بود که جواهرها رو به دست بیاره تو رو سربلیس بکنه. فکر میکنی واسه چی تفنگو با خودش برد؟ چه میدونم نمیدونم. دیگه از این حرفاش گذشته. خب بگو ببینم چیکار میخوای بکنی؟ دیگه چیزی واسه من باقی نمونده. خونه و زندگی و همه چیزو سوزوندم. دیر نشده بریم سراغ همه. بیا سوار شو. یالا مطلع کن. باید بریم اونو نجات بدیم. عجله کن. زود باش. یالا. تمام شد. جا. بریم. همینجاست. یالا عجله کن بیا. پس چرا بایستدی نمیای؟ من نمیام، ممکنه اون مرده باشه. وقتی این حرفا نیست بیبریم سراغش. بیا. ایناش. اومدیم نجاتت بدیم. بدیم باور کن. جواهراتم پس بدیم و تسلیم بشیم. دروغگوهای کثیف. خوب نقشه‌ای واسه من کشیدی. هر دوتاتون رو باز میکشتم.
حالم دیر نشده نمیذارم زنده از بهتره بدون مقاومت تسلیم بشی. ولی من نمیذارم تو یکی از اینجا بره بیرون. وای نه!